در 6 ماه سال روان 9 کارمندان کمیته زمین و کارخانه‌های بخیرگیری مال و ملک غیر منقول متخصصان امروز دست به جنایت زدند و از طرف مقامات‌های حفظ حقوق دل جنایتی آغاز کرده شد و از طرف راهبری کمیته و کارخانه آن شخصانی که دست به جنایت زدند از کار آزاد کرده شدند و آینده همین برای پس کردن سطح کرپسیونی پوره نست و نابود کردن کرپسی در ساحه زمین‌سازی و بخیرگیری راهبری کمیته و دیرکتوران کارخانه زیرتابع آن و رئیس‌های کمیته ولایت‌ها و شهر نمایه‌ها با همراه مقامات‌های حفظ حقوق پروکوراتوری گنرالی کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان اگنتی نظارتی مبارزه با کرپسی وزارت کارهای داخلی همکاری را زیش داریم که آینده همین ما برطرف کرده پیشگیری کنیم. از 2,212,400 سومونی از این 278,800 سومونی از جانب ریاست نظارت دولتی زمین و 720,070 سومون از جانب کمیته اداره زمین ولایت خرطوم و 709,620 سومونی از جانب کمیته اداره زمین ولایت سوب 31,170 سومونی از جانب کمیته اداره زمین ولایت کوهستان مختاری بدخشان و اینچنین باقی مانده مبلغ‌ها از جانب کمیته اداره زمین نوعی تولید جمهوری جریمه‌بندی کرده شده است.